سلام بچه‌ها، نورا نامجو هستم، مدرس زبان انگلیسی. این جلسه میخوام گرامر درس سوم پای نهم رو براتون کامل توضیح بدم. اول از روی جزوه‌ای که ساختم پیش میریم، بعدش میایم روی کتاب و کتاب هم میخونیم. خب 3 تا جمله براتون آوردم. I go to school. حالا میتونیم everyday رو بگیم، میتونیم نگیم. تو پرانتز آوردم یعنی هم میتونیم بگیم هم میتونیم نگیم. I go to school every day. She goes to cinema every week. We play a game every month. من هر روز به مدرسه میرم. She goes to cinema every week. اون هر هفته به سینما میره. We play a game every month. ما هر ماه بازی میکنیم. میبینید بچه یه حالت روتین داره و دقت کنید فعلها ساده اومدن ولی برای شی ای اس گرفته گو. یکم تغییر کرده. او وقتی سوم شخص شده او هر هفته به سینما میره. وقتی شده او فعلمون تغییر کرده. نگاه کنید یه لحظه. یکم متفاوته از اون چیزایی که ما قبلا خوندیم. خب به این جور جملات میگن simple present، حال ساده. میخوام قبل از اینکه جزئی بریم بهش نگاه کنیم کلیتی بگیم خب ما کی از simple present یا همون حال ساده استفاده میکنیم. وقتایی که میخوایم راجع به facts یا روتین بگیم. روتین یه کاری که ما هر روز یا به حالت روتینه دیگه هر ماه انجام میدیم، هر روز انجام میدیم، هر سال انجام میدیم. تو اینجور مواقع ما از simple present استفاده میکنیم. مثلا شما هر روز میرید مدرسه، یه کار روتینتونه، پس از simple present باید استفاده کنید. خب حالا استراکچرش به چه صورت هست؟ خیلی ساده است. ما اینجا فاعل میاریم با فعل. تنها نکته‌ای که ما باید بدونیم اینه که برای سوم شخص ها فعل تغییر میکنه، ولی برای بقیه فعل همینجوری ساده میاد. نه آینجی میاریم، نه تو بی ورب اما ایز و آر میاریم، هیچی نمیاریم. همینجوری به همین سادگیه. برای I, you, we, they به صورت ساده میاد. work به معنی کار کردنه، فعل کار کردنه. برای she و he و it works میاریم. یه s اضافه کردیم به چی؟ به آخر فعلمون. و حالا تو اسلاید بعدی من براتون میگم که چرا برای سوم شخص فعلمون تغییر میکنه. نگاه کنید توی این صفحه کامل براتون توضیح دادم. Most verbs add s. بیشتر فعل ها s میگیرن. مثل dance یعنی رقصیدن، یه s گرفته. میبینید dances. cook میشه cooks، یه s گرفته. sleep خوابیدن sleeps، یه s گرفته. میبینید چه موقع ما از اینا استفاده میکنیم؟ وقتی که بخوایم از سوم شخص استفاده کنیم، یعنی سابجکت یا فاعلمون سوم شخص باشه. یعنی چی؟ یعنی اسم باشه یا she و he و it باشه. Verbs ending in sh, s, ch, x. s آوردم، s هم جزشه ولی خب بازم همینه دیگه. یعنی s آخرش باشه ما یه es به جای همین es اضافه میکنیم. مثل kiss، ببینید بچه آخرش اسه. kisses یه es اضافه کردیم. watch تماشا کردن. watches یه es اضافه کردیم. چرا یه es اضافه کردیم؟ چون فعلمون به اینا ختم میشد. فعل watch آخرش مگه ch نداره؟ پس ما بهش es اضافه میکنیم. یا مثل fix یعنی تعمیر کردن، درست کردن، آخرش x داره دیگه، es بهش اضافه میکنیم. fixes kisses watches fixes. verbs ending in y. وقتی که فعلمون آخرش y باشه ما y رو حذف میکنیم و ies بهش اضافه میکنیم. study بچه آخرش مگه y نداره؟ yش رو حذف میکنیم به جاش ies اضافه میکنیم. study میشه studies. try
try مگه آخرش وای نداره به معنی تلاش کردن. وایش رو برمی‌داریم is اضافه میکنیم tries. ولی یک سری بچه استثناءات هست. این که من الان براتون گفتم حالت کلیه، ولی یک سری استثناهایی هست این پایین آوردم براتون. مثلا enjoy یعنی لذت بردن، آخرش وایه، ولی وقتی میخوایم تغییرش بدیم واسه جملاتی که سابجکتمون یا فاعلمون سوم شخصه، is نمیگیره وایش حذف شه، همین یه اس بهش اضافه میشه enjoys. یا مثلا go به معنی رفتن میشه goes، es میگیره، در حالی که ما اینجا گفتیم اس میگیره دیگه، ولی نه es میگیره. یا مثلا do میشه does. میبینید بچه ها به این حالت هست. حالا ما وقتی میخوایم که تبدیلشون کنیم به yes no question، جملات حال سادمون simple present رو میخوایم به yes no question تبدیل کنیم. ما وقتی میخوایم این کار رو بکنیم از do و does استفاده میکنیم. نگاه کنید توی جمله اول نوشته you like movies، تو فیلم دوست داری، تو فیلم ها رو دوست داری. بعد سوالی اومدیم بکنیم یه do آوردیم do you like movies، یا they like movie، آنها فیلم دوست دارن. do they like movies بگیم بهتره. do they like movies، she likes movies، does she like movies. حالا چرا برای اینا do اومده برای اینا does اومده، حالا تو اسلاید بعدی براتون مفصل تر توضیح دادم، یعنی براتون آوردم که میخوام توضیح بدم. برای ضمایر I، you، we، they ما do میاریم، ولی برای سوم شخصا که گفتیم she و he و ایتن و همینطور اسم ها هستن ما does میاریم. به همین سادگی بچه فقط تنها موردی که هست اینه که ما تو جملات simple present یا حال سادمون گفتیم وقتی subject یا فاعلمون سوم شخص باشه، she و he و it باشه یا اسم باشه، فعل ما اسم میگیره. ولی برای سوالی کردن چه دو باشه چه داز باشه، چه داز باشه که برای داز گفتیم ما سوم شخص میاریم، برای سوم شخص داز میاریم، فعلمون یکیه، یعنی ساده است. حالا چه میخواد دو باشه چه داز باشه، میبینید ساده حتما باید بیاریم. Does she like music؟ نگاه کنید بچه ها برای like ما اس نمیاریم ها. یا مثلا برای اینجا Does he buy a newspaper؟ برای buy ما اس نمیاریم ها. درست فعلمونه ولی اس نمیاریم. تنها وقتی میتونیم اس بیاریم که توی جمله باشه نه توی سوال. Does she like music؟ آیا اون موزیک رو دوست داره؟ آهنگ رو دوست داره؟ Yes she does. No she doesn't. آره دوست داره؟ نه دوست نداره. doesn't همون does not که خلاصه شده، او not برداشته شده و به این صورت در اومده no she doesn't یا does not. چه اینو بگیم و چه اینو بگیم یکیه. do they work؟ آیا آنها کار میکنن؟ yes they do. یا کنید چون با do سوال پرسیدیم آخرش هم do میاد. yes they do. no they don't. همون do not خودمونه. not او not برداشته شده don't. Does he buy a newspaper؟ آیا اون روزنامه میخره؟ Yes he does. نگاه کنید چون با does سوالی کردیم does میاد آخرش. Yes he does. No he doesn't یا همون does not. حالا ما یه چیز دیگه داریم به اسم صفات ملکی. صفات ملکی به چه صورته؟ نگاه کنید I شده my، you شده your، he شده his، she شده her، it شده its، we شده our، they شده their. ما وقتی از این حالت استفاده میکنیم به اینا میگیم چی؟ صفات ملکی. وقتی استفاده میکنیم که بخوایم مالکیت رو بیان کنیم بچه ها و میتونیم به عنوان جایگزین اسم کنیمشون. مثلا my book میشه یه کسره میدیم کتاب من، کتاب من.
یا your book کتاب تو، their book کتاب آنها. دقیقا چیزی که تو کتابتون بود و آوردم که چون مثال های خوبی بود. I read my book. من kitaabam رو میخونم. ببینید کتاب من. My book. کتاب من. من کتابم رو میخونم. You wash your car. Your car میشه ماشین تو. حالا you wash your car. تو ماشین تو میشوری. Wash به معنی شستنه. He cleans his room. چرا واسه clean اس آورده؟ چون سوم شخصه. He آورده. He cleans his room. His room میشه اتاق او. اتاق اون. اون اتاقش رو تمیز میکنه. She studies her lesson. نگاه کنید برای studies. study فعلمونه شده studies. چون شیه study تبدیل به studies میشه. و چون study آخرش وای داره گفتیم وایش حذف میشه و ies اضافه میشه. She studies her lesson. Her lesson یعنی درس های اون. اون درساشو میخونه. The cat drinks its milk. گربه است دیگه. من گفتم برای اسم ها هم سوم شخصن دیگه. برای اسم ها هم اسم میگیره فعلمون. The cat drinks its milk. گربه شیرشو میخوره. We paint our house. ما خونمون رو نقاشی میکنیم. They eat their lunch. آنها غذاشون رو میخورن. خب حالا میریم روی کتاب. I like New Year holidays. I like New Year holidays. من تعطیلات سال نو رو دوست دارم. برای I, he, we, you, they, like آورده به صورت ساده میاد فعل. I like, we like, you like, they like. برای سوم شخص he و she مثلا likes آورده اس آورده. She likes New Year holidays. اون تعطیلات سال نو رو دوست داره. We study English. We study English. میتونه حالا چون یه کاریه که به صورت روتینه We study English دیگه ing نمیاریم دیگه میشه حال ساده. We study English every day. ما هر روز انگلیسی میخونیم. Study. Zahra studies her lessons. زهرا سوم شخص میشه دیگه چون من و شما داریم راجع به زهرا صحبت میکنیم پس زهرا میشه سوم شخص و چون سوم شخص فعل تغییر میکنه و چون استادی آخرش وای داره وایش رو ور میداریم is میذاریم. زهرا studies her lessons. زهرا درساشو میخونه. Ali watches TV. علی سوم شخص دیگه من و شما داریم راجع به علی حرف میزنیم. فرد سوم داریم صحبت میکنیم پس علی سوم شخصه و فعلمون تغییر میکنه و چون ch آخر فعلمونه es اضافه میشه. watches TV. علی تیوی تماشا میکنه. یاسین reads a newspaper. یاسین newspaper روزنامه میخونه. یاسین سوم شخصه پس فعلمون اسم میگیره. حالا بخوایم نگاتیوش کنیم یا منفیش کنیم یه نات میاریم دیگه بچه ها. یه نات میاریم یا میتونیم بگیم do not یا don't یا does not یا doesn't. برای چیا does میومد؟ برای سوم شخص ها دیگه. اسم ها و ضمیرهای سوم شخص he و she. ایت هم جزش هست. does میاریم و اگه بخوایم منفیش کنیم یه not هم بهش اضافه میکنیم. She does not or she doesn't buy new clothes. اون لباس جدید نمیخره. بچه ها اینو یادم رفت بهتون بگم وقتی که ما منفی کردیم دیگه فعلمون اسم اصلا کلن وقتی do و does میاد حالا چه سوالی باشه چه
بخوایم منفی کنیم فعلمون ساده میاد، چون داز اومده، چون دو اومده فعلمون ساده میاد. ولی برای غیر از سوم شخصایی که گفتم دو میاد و اگه بخوایم منفیش کنیم یه نات هم بهش اضافه میکنیم. do not. We do not buy new clothes. ما لباس جدید نمیگیریم. یا or they don't. do not با هم دیگه خلاصه میشن don't. They don't buy new clothes. I don't play tennis. من تنیس بازی نمی کنم. do not که خلاصش کرده و میشه don't. زهرا doesn't wash the dishes. نگاه کنید بچه ها، چون doesn't اومده فعلمون به صورت ساده است. اگه میخواستیم جملمون مثبت باشه منفی نباشه میشد زهرا washes the dishes. ظرفا رو میشوره. ولی بخوایم منفیش کنیم زهرا doesn't wash the dishes. ظرفا رو نمیشوره. ظرفا رو نمیشوره. و اگه بخوایم questionش کنیم یعنی سوالیش کنیم do و does میاد اول و بقیه رو می نویسیم. Does Hamid buy a goldfish? goldfish به معنی ماهی قرمزه که توی سال نو میگیرن. Do they buy goldfish? Do you buy goldfish? Do we buy goldfish? Do I buy goldfish? حالا برای سوم شخص ها که he or she هست و اسمم جزشون هست does میاریم دیگه. Does he buy goldfish? Does she buy goldfish? Does Hamid buy goldfish? و اینم دقیقا همین چیزی بود که من توی جزوه‌تون آورده بودم، ضمایر ملکی که کامل توی جزوه براتون توضیح دادم و دقیقا مثالاش همون مثالایی بود که توی جزوه بود و ما تو تک تک اینا رو ما معنی کردیم و این جلسه هم به آخرش میرسه. امیدوارم که براتون سودمند واقع باشه این جلسه و روز و روزگارتون خوش.